این ویدیو در رابطه با کای رفیق اسپید، کسی که استریم میذاره و خیلی هم معروفه. آقای متیو بیم قراره بره خونه کای و اتاق کای رو بترکونه. یوتیوبرایی بودن که با کای کلاب دادن، اونا میذاری مگر کای هم بخوای. امروز من اتاق فعلی کایسنا تو به اتاق گیمینگ تبدیل میکنم. کای محبوب ترین استریمر کل دنیاست که دیگه فکر کنم همتون بشناسینش. کای محبوبه یا اسپید؟ من فکر کنم اسپید محبوب داره. که امروز تصمیم گرفتیم اتاق فعلیش رو کاملا ارتقا بدیم، ولی همینطوری که نمیشه، بعد خودش رو ببریم به یه اتوبوس وی آی پی و آره دیگه تا خونه تو اوکی میکنی. فعلا تو اینجا خوش میگذرونی. باز کن چشا رو. خوشحال شد کار. اونم با یه اتوبوس، با یه ون. آجی اینا رو اسمو خریدی؟ آره پسر. دمت گرم شیطون بلا. درسته، من این اتوبوس وی آی پی و این سیاه رو یه مدت اجاره کردم که کای بره خوش بگذرونه تا دیگه ما هم بریم و با راحتی برینیم به خونش. نه چیز یعنی اوکیش کنیم. میخواد خدا سیاها بعدا میبینمتون. خیلی قراره خوش بگذره. البته منظورم اوناسا نه ما. کای قبول دارم تو چیه، ولی خونت کاملا ما رو روسیا کرده. چه وضعشه دیگه پسر؟ ولی کای بازم تمیزتر از اسپیده. اینجا چیپس کایو داریم با آب کای. آقا کای؟ من حساسم، پس بگو این چیه؟ و بدتر از این کثیفیه وقتمونه که خیلی محدوده. قراره 8 ساعت دیگه کای برسه. چیکار کنیم؟ آره داش کاراشو دیدم. پاک روانیه. نمیدونم میخواد چی کار کنه. XQC اونجا چیکار میکنه؟ آقا XQC من نمیدونم توی ویدیو XQCه. پاک روانیه. نمیدونم میخواد چی کار کنه. تو 8 ساعت ولی میفهمم. برای اطمینان از اینکه کای قراره بهترینا رو داشته باشه و به جای نقشه افسانه طرح کنیم. اگه موافقین که من بهترین طراح اتاق گیمینگم، توی کامنت بنویسید متیو خفنه. واقعا اگر موافقین بنویسید متیو خفنه. یه ویدیو هم ساخته بود از اتاق اسپید. نمیدونم اونو دیدین یا نه. دستا رو باز کن عزیزم. آها. باری چالزه ترکوندی. ایول وای ذلیل شارون. با خونسردی بدونی که بارون فوش بدم دوسته دیگه هم مثل نوح وارد قضیه کردم، ولی خب آهای پای دوربین اینجاست. آقا نکن دیگه برادر. تا دیروز فقط فکر می‌کردم که خونیم، ولی الان مطمئنم که عقب مونده ایم. واو پشما ماجی چه خفن. اینا خیلی سخت گیرن. نگاه کنید تا میریم کارخونه ویلی وانکا. منم شارلی ام. بزن بریم. با XQC رفت کارخونه شکلات سازی. پشمایم. بچه‌ها میگم کایسنا تو میشناسین؟ اگه قرار بود براش اتاق استریم طراحی کنی یه مرد عنکبوتی گنده رو کلا صندلی گنده مرد عنکبوتی. لوازم طرح مرد عنکبوتی داری؟ نه متاسفانه. این واقعا کار آسونی نبود، ولی بالاخره یه نفر رو پیدا کردیم که اینجا کار میکنه. یه سری لوازم برای یه گیمر استریمر میخوایم. واقعا مادر خوبی داری. بهترین کارت گرافیک جهان. چند مایشه؟ $2000. بیا اینم لازمت میشه. بهترین چراغی که میشه. اصلا گرونم هستم. بله متاسفانه. من شرمنده ام. بریم این کارو باحال بکنیم. حسابم کنیم مردونه بهت PS5 میدن. انجام. خیلی خوب تقدیم هسته. بابا فقط با یه سابسکرایب PS5. خدایا من. چی میگی داداش؟ فکر کردم دوربین مخفیه. خیلی خوشحالم چون تنها چیزی که دارم PS4 و پول خریدن فایلشون نداشته. بابا من همون ندارم. شما عضو کانال متیو بیمز. $4562.93 مبارکه. پس از خرید از PS5 برگشتیم به محل کار یا خونه کای. خیلی خوب کار زیاده و وقت کم. یا علی بگیم و شروع کنیم. اینو همه میدونستن، ولی من به تازگی فهمیدم که کای عاشق اسپایدرمنه. دوله اسپایدرمنه. در آینده ویدیو میبینید که چی میشه. خیلی خفن میشه. بگید. تازه براش صندلی قرمزم گرفتیم به یاد پیتر کارگر. ولی ما اساسا یه مشکل بزرگ داریم. باز چیه؟ تو این اتاق کوچیک حداقل باید 400 پوند ما چوب وارد کنیم. باید بیاریمش اینجا. آره. در همون لحظه که ما داشتیم زرجه میزنیم کای رسو به یونیورسال داشت عشق میکرد. تا حالا روز به این خفنی نداشتم. چه خبر رفیق؟ خره. حرمم. حتی خره توی یونیورسال بهتر از اون خره توی تیزر جدید شرکه. خره. خود حرمم. چه خبر آجی؟ قربونت بشم. اینجا ننگسترین کار امروز چیه؟ خرید چوب دستی. میشه قارچ خورم بریم. آره من اولین بار اینجام. اولین بار. تازه وی آی پی هم هستیم. دلتون نخواد. نمیخواد. ما پولشو نداریم. نمیای. چوب دستی چی میخواد؟ ما که چوب دستی رو انتخاب نمیکنیم. اون ما رو انتخاب نه میکنه. سوفی میشه. نه اول تو برو. نه من جام خوبه. نه برو به سلامت. شزم این واسه یه جا دیگه بود. یا اول فضل ولی کار کرد. یا خدا این به درد شما نمیخوره. خانم بابا چوب دستی نمیدی. تو رو خدا بده. چیزی رو نمیشه آوردش تو. در نازکه. جدی میفرمایی؟ واو. بسیار خوب. همینا دو در بزرگه. و سلام. واقعا خیلی خوشحالم که کای اینجا نیست، چون قراره یه روز خیلی گرم و اذیت کننده داشته باشیم ما تو این خونه. برای اینکه وقت کمون نمیخوایم به کلیت خونه آسیب برسه، ما میایم در دیوار چوب میزنیم که بیایم رو اونا طراحی انجام بدیم، ببریم و بهتر کنیم. حتی خودم نمیدونه که داریم چی کار میکنیم. در مرحله بعدی ما یه پوستر کاملا با کیفیت میزنیم به این چوبکا. این چوبا یعنی درازه. آره. بعد چسبوندن پوستر و بعد چسبوندن کلی دیوارک اول اوکی میشه. چقدرم خفن شد. خیلی خوبه. اولین دیوارک اوکی شد که به نظرم خیلی خفنه. آره.
البته یه سورپرایز خفن هم داریم که می‌خوایم بچسبونیم به اینجای کار که البته فعلا زوده و بریم سراغ دیوارک بعدیمون که اینجا رو بپوشونه. خیلی مسخره است اینجا. همه چی رو می‌خواد اسپایدرمن بکنه. خب این علیخور اذیت مرحله بعدی اوکی کردن سقفه. بچه‌ها برین کنار. آجی واقعا زمانم کمه، واقعی میگم. خیلی استرس دارم. خیلی خب آروم بذارش زمین. آروم آروم آروم. خوبه گفتم آروم. فاقد ناموس. اسپایدرمن عقب مانده عصبی شد. خب این دیوارک برای سقفه، فقط سریعتر بچه‌ها. الان میشکنه داره میشکنه. چخ نباسی مامان آره بله خودشه، کاملا برازنده شما. یعنی الان میتونم بدخوامو با این بزنم؟ احتمالا. من یه جادوگرم داشت میفهمی؟ برید کنار جادویی نشید، جادوگر باشه. آداکابرا ماراکابرا. شرمنده داداشمون امروز چوب دستش خوابیده، الان حل میشه. الان هومورا گندش بزنم. اکسکیوزی دوبله فارسیش قابل فهم‌تره. دقت کردین؟ میتونیم راحت‌تر بفهمیم چی میگه. گارد آرتش مرد کارتش ناموس نمیشه بی ناموس. من آخر سواره چی شدیم آقا؟ یالا به سوی مرز و فراتر از آن. یعنی عجب سقفیه. آجی اگه خراب شد چه خاکی به سرمون بریزیم. یکم اول بودی این سمتی، یکم این بار. تقریبا نصف سقف اوکی کردیم که حالا مونده بازم و بقیه‌اش هم اوکی بکنه و همینجاش هم تا حالا خیلی سخت بوده. منم بیشتر از همه داره محدودیت تایم اذیتم میکنه. اون موقع که ایده دیوارکای چوبی من بزنم مثلا نمیدونم چرا همچین فکری کردم، خیلی قرار طول بکشه. 8 ساعت بعد میساخته یه اتاق شده. استریم یا بهتر بگم یه اتاق گیمینگ نیاز به بهترین سیستم روز دنیا داره که اسپانسر ما برای خرید این سیستم خفن اپرا جیکس بوده. دمش گرم. اومدم سقف وایسونم که اصلا نمیدونم چی شد اینجا شکستش. ای خدا. درود بر شرفش. الیتی دارم میذارم با لباش بازی میکنه. در همین حین که من داره بابام در میاد بذاره که ویدیو رو لایک کنه تا این مقداری انرژی بگیرم. دمتون گرم. به خاطر باباش هم که شده حتما لایک بذار. بذارید یه مقدار اسپویل تو کنم. کای وقتی اتاقشو میبینه کاملا سورپرایز میشه، ولی اینکه ناراحت میشه یا خوشحال بهتون نمیگم. اینم صندلی پیتر کارگر مخصوص داداشمون. ساعتانا 5:52 و کای 8 برمیگرده. ای خدا. روی سقف تا سوراخ گذاشته بودیم اینطوری وقتی چراغا روشن میشن اینجا یکم خوشگل مشکل میشه، همه چی میپاچه. به سرزمین نینتندو خوش آمدید. الو پرنسس اونجاست؟ اینا خیلی خوب. اینا لایو و نه بچا، اینا بگم کای لایو گذاشته بود، همه اینا رو گرفت. اینا خیلی خوبن. واو بنگ بنگ. کایو ایکسکیوزی داشتن توی سیمولیتورهای مختلف عشق میکردن. قشنگ خوشحالی مضاعف. تو دهنش آدم سیگم بزن قدش. خیلی خوبیه، خوشمزه است. میگم اینجا از اون خانم رقصنده ها نداره. بله همینطور که پشت سرم میبینیم ما سینه های اسپایدرمن رو آوردیم اینجا، ولی یه چیزی کمه. شنبولش اونم یه آیتم اسپایدری دقیقاً همین که بعد پشتش هم LED بکنیم. احتمالاً خفن ترین قضاییه که تا حالا ساختم. یه سری خرت و پرت هم خریدیم که بخوره. چرا گفتنمونه که کای چند وقت پیش ما با تماس گرفته بود در مورد قفس همستری صحبت یه می‌کرد. خدا زدن میبینه اینجا. آره یه خفنش رو می‌خوام. راحت نیست، جاش کوچیکه، تنگ، ناراضیه. تو خونه ولش کن دیگه. اگر ما دقیقاً 3 ساعت وقت داریم بابا یه قفس خیلی خفن تر مثل یه خونه برای همسترش هم اوکی بکنیم. آره بی زحمت تک تک تونلای همستریتون رو می‌خوام. نه همستر من عاشق این قسمت چون میره اونجا خودش رو خالی میکنه. نه چه خبره؟ بیایید برین این قسمت حساب کنیم. ببینم کایسانا تو میشناسی؟ میدونی ما کار و زندگی داریم، بیکار ما هیچ نیستیم. کدومشون رو نداریم. همش برای کاری. مطمئنم خوشخوشانشه و روحش هم از این کارا خبر نداره. والا خوشحالشه. عالی بود، بهترین روز ممکن. عشق کرد بچه. هم عشق کرد، هم پول در آورد، هم خونه‌شو ساخت. همتون بشم. بیسکویت هم دارین؟ خوشمزه است نه؟ غذای سگه. آفرین. یکی به ما بده، چرا نگفتی نالوتیا؟ اول بپرس بعد بخور. اسپایدرمن عقب مانده ای دیگه. دفعه بعد که مامانی گفت به غذای سگا دست نزن نمیزنی و باشه قربونش برم؟ باشه؟ پس چی شد؟ به پای سگا غذا نزنم. شوگر مامی باشه. اوه به به. بیا پسرم از اینجا آب بخور. باشه. آفرین حالا بخور. آره آفرین مراقب باش نپره گلوت. پسر خوب. حالا برین خونه و قفسه رو بسازین. الان کای پیام داد گفت تا 20 دقیقه دیگه میرسه. ای خدا تصور کنم که 2-3 ساعتی مونده، اینطوری که نمیشه. چیز میزای همستری مونه. ای بابا اسپایدرمن عقب مانده. وای کای گفت رسیدم بچه‌ها برمیگردم. چطور بود برار؟ حالا چیکار کنیم؟ فقط یه چیزی. هنوز تمام نشده. چقدر دیگه زمان میخوای؟ 1-2 ساعت دیگه. ارزشش داره به خدا. بابا اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر زود برگردی. آره میدونم. همینجا منتظر میشینم دیگه. ناامید نمیشی. خب 2 ساعت زمان خریدم، هر کاری می‌کنیم و همین الان انجام بدیم. بریم تو کارش.
خیلی داریم طولش مکان درست میکنیم واسه همستره ها. ببینم تا سخت میتونه بره یا نه. کاش میشد از خانومم کمک بگیریم. همیشه نمیفهمم چی میگه، نمیدونم چرا. در حین ساخت و سازمون کای با کلافگی انتظار میکشید. بهم گفت تهش خوب است میسفت صبر کنم. منم قبول کردم. برگم عجب چیزی شد. نمیدونم کای با دیدن این بخش خونش بیشتر سورپرایز میشه یا همسترش. خدایی ببین از این چیه بالا ساختی؟ میتونه بیاد تا پایینش، حالا میتونه برعکس هم بشه، از پایین بیاد به بالا. در اصل صورت خیلی خوبه. از بالا بیاد پایین قشنگ سقوط آزاده میمیره. خب ما کل اتاقو جمع کردیم ولی هنوز یه مشکل خیلی بزرگ داریم، اونم سیستم کایه. ببین آوردن این سیستم تو اینجا که کار سختی نیست، ولی مهم اینجاست که نباید خاموش بشه این سیستم، چون که توی لایو 24 روزه است. خاموش بشه به فاک رفتیم. پس الان همین رو گرفت. اینم صندلی مورد علاقش. یعنی تو چند سال کل اتاق گیمینگ رویای کای اوکی کنی، فقط مونده LED یا آر جی بی که تستش می‌کنی. بسیار پشم زدم. صادق باشم این بهترین اتاق گیمینگی نیستش که دیدم، ولی حداقل از اتاق کجوان بهتره. اتاق من از خونه من. این دیوار یه استایل کامیک بوکی به خوش گرفته که اسم کای هم گذاشتیم دقیقاً همینجوری، خیلی خوبه. اون به کنار ما اینجا سینای پیتر هم داریم یا مردن کبوت خودمون که این لوگو هم کار کرده که آر جی بی بشه. این پس همین اصلا زیبا. از همه خفن‌تر و مورد علاقه من تو این اتاق سقفه که واقعا با آر جی بی اصلا یه نمای باشکوه شده. بریم سراغ کاکامون. یعنی نظرت چیه؟ یالا بیا ازم. آماده ای؟ آره آماده‌ام. خدا رو شکر که چیزی ندیدی. رو هم خبر نداری. این خفن‌ترین پروژه‌ای که تا حالا داشتیم. آماده‌اش هستی؟ بیا اینجا، هر وقت گفتم چشاتو باز کن. آره خیلی خوب، پس آماده باش. 1 2 3 باز کن. خب حالش به هم خورد. مرجان پشمام امکان نداره. اینجا دیگه کجاست؟ کایسنوت قدرت زیاد، مسئولیت زیاد به همراه داره. یه فیگور مردن کبوتی بزرگ، چیزای بزرگی دیگه هم داره. آجی قفس همستر رو ببین، عجب پس زمینه ای زدیده این. لوگوی مردن کبوتی چشم نوازه. بچه‌ها به افتخارشون. صادقانه بگم مگه با همه این چیزا هنوز کانال کشفان رو ساب نکردی دیگه نمیدونم چی بگم. دمتون خیلی گرمه. به متیو خسته نباشید بگید بچه‌ها. سابسکرایب کنید تا PS5 برنده بشید. آقا بکنید. یارو کرد PS5 برنده شد. من نمیدونم. یکی دیگه از این ویدیو هم ببینید. من پشمام ریخت. گرخیدم. خداحافظ شما.